برعکس خفن بابا ما دوباره برگشتیم. امروز میخواییم برادر محمد رو دوباره پارت 2 بازسازی محمد. این رنگش در مورد رنگ تنه بگم که میخواییم تو قسمت دوم قسمت آخر این رنگ رو ببریم و برسیم به رنگ اصلی خودش. حالا داستان داره و حالا امروز ما میخوایم این چرخ‌ها رو باز کنیم، تمیز کنیم، ببریم باد بزنن چون من دستگاه بادم خرابه و اینکه آره باد بزنن و بیاریم. این کمکاش یه ذره خشکه. از اونجایی که من ابزار حسابی نداشتم رفتم از مغازه بابام که حالا تعمیرگاه رضایی یه ویدیو از مغازه بابام براتون ریکورد میکنم و چند تا ابزار آوردم که امروز میذاره به کارمون بیاد. ببین ما اول این پیچ اینجا خدا چقدر سفته، این پیچ اینجا، این پیچ ها رو تک 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 بازش چون بندری میزنه. خب ببین من از اینجایی که امکانات ندارم خیلی سخته، بعد من از سر کارم میام کلا سخته، بعد من دارم با دوربین گوشی براتون فیلم برداری میکنم و هیچ چیزی ندارم. ولی اگه شما لایک کنید سابسکرایب کنید چیزی من میخوام کلی ویدیوی با همین دوچرخه براتون بسازم. خب حالا بذارید بازش کنم. خب یه کات بخوره بریم من باز کنم و برگردیم. و حالا چه خبر بعد این پیچه هرز کرده، این پیچه به اینجا هرز کرده. من دست شما رو بیارم جلو بکنید. این پیچ هرز کرده و از این جلوتر نمیاد. من با نور بهتر از این جلوتر نمیاد و یعنی سر رزوی آخر رد کرد. خیلی دوربینم بی‌کیفیته. خب خیلی کار داریم. من حسابی عرق کردم با یه بشکن نمیتونم اینو یه بشکن چون این چرخه رو قفل کرده و دیگه تو نمیچرخه. دارم بیخیال میشم که چرخه در نمونم و بیخیال همجوری تمیزش میکنم ولی جلو رو درش میارم. بریم من اینو دوباره ببندمش و لاستیک جلو رو در بیارم. فعلا ببخشید. یک نکته جالب این پیچاش دوباره بستم، لاستیک رو دوباره آزاد کرد و خیلی برام جالبه. حالا بریم سراغ لاستیک چیکار کنیم؟ بدبختیه و شاید این گلگیرم که اینجوری میبینیم انداختم رو چرخه. چی میبینیم؟ ببینیم چی میشه. خب من دوباره ویدیو رو استوب میدم. چون خیلی زور زدم بالاخره هم باز شد و این هم هست کمک ما. خیلی داغون آجی، خیلی داغون. خدا کمک باز کرده دقت نکرده بودم برگم. من احساس کنم اینم با چهار بازه من یه باید بشکشی بیارم و من احساس کنم این پیچه. نه پیچ نیست، پیچ نیست. و اگه کسی تو یکی بلده که این چجوری کمک رو باز کنم خواهش میکنم تو کامنت ها یا حالا نظرسنجی ها بگید. آقا خب این از این بریم سراغ لاستیک. اینو دو باز کنم برای من
صبح میزنم فقط خاطر اینکه وقت با ارزش شما گرفته بشه. خب این مسواک در میذارم و شروع میکنم صابیدن و این همشی جواب میدم مسواک جواب بده خودروی پیش خودروی چیزی باش خیلی باید بگم این توپی بگم بشکه یه رنگ بشی بگیرم و آره اینو کلا رنگش کنم. این در چه کاره بود دوره آقا این از این لاستیک هم باید بذار زمان درست کنم باشه این باید چیزش نرم شده بکنم رفته عقب آره رفته جلو این زنجیش نرم نبود مطمئنم. خب اشکال نداره. خب آره چون فلاشتون نمیدونم چقدر شده و آقا این از این ویدیو و ببخشید که نشد خیلی کار رو بکنید و این رنگ بیارم در پاسته این تاپی قضیه زیرا بزنم کاربون زده میاد یا کاربون هست من بودم کجا سایز 16 اینجا سایز 16 اینجوری میگم 16 و اینم از مارکشه. خب این مارکش نمیدونم چیه اصلا یه مارک عجیبیه و آره دیگه اینجا خیلی تمیزش میکنی بسازیش میکنی نگران نباش محمد درست میکنی و اینم دیفرانسیله که تصمیم برم میشه خوب درستش کنم و من از اینکه اینو شغل بشم خیلی ویدیو میام یه ویدیو میخوام اینو باز کنم و فقط تشکر رو کمک پنر باشه و ببینیم چجوریه 100% خیلی جالب میخوابه. این قاب نمیدونم قاب زنجیر بذارم باشه دستم اینجا باشم من باشه یا بکنم و خواهش میکنم اینا رو همه رو من این زنجیرش هم عوض کنم بذارم باشه خیلی مهمه اینا. خواهچه اینا از این ویدیو واقعا حرف دیگه ندارم بزنم و دهنم سرویس شد و فعلا ببینیم ما چون من حالا اول کارمه زیاد نمیخوام ویدیوم طولانی باشه آره اینم از این ویدیو. خب اینم از این ویدیو و فعلا خدا حافظ تا ویدیوی بعد یعنی پارت 3 و آره دیگه لایک کنید سابسکرایب کنید و خواهش میکنم لایک کنید. من ویدیوی اولی گذاشتم دیشب اصلا لایک نشد اصلا ببین ولی فردا جمعه است یه ویدیوی خیلی طولانی میخوام بگیرم من و شاید اصلی ترین ویدیوم باشه پارت 3 و آره دیگه. خب فعلا خداحافظ تا پارت 3 خواهش میکنم لایک کنید سابسکرایب هم نکردین لایک کنید.
خدا لایک کنید و آره دیگه این از این ویدیو و خداحافظ برادرای گنگستر.